چرا بچه‌ها مشارکت نمی‌کنن؟ دو سه تا دلیل میخوام بهتون بگم. اینا بحث مهمیه. دلیل اول، یک، مادران کمالگرا. مادری که تایپ شخصیتی خودش کمالگراست، مادر کمالگرا بچهش بی تفاوت میشه، چون همه کارها به عهده مادره. مادر کاری هر کسی رو قبول نداره. کمالگرا به کی میگن؟ کمالگرا سه تا نشونه داره. یک، همه چی رو عالی میخواد، هدف های عالی. یک، باید خونه تمیز بشه، باید غذا عالی پخته بشه، باید ظرفا عالی شسته بشه. یک، دقت در جزئیات به حدی که وسواس داره میگیره، فکر به نتیجه در حدی استرس میگیره. اگه کار کنه درس بچه میمونه، اگه درس بچه بمونه نمرش کم میشه، اگه نمرش کم میشه اخراجش میکنن. پس تو درس تو بخون، من کلفتی میکنم. کمالگرای خودت تو ایراد داری. کمالگرا پا به پای بچهش درس میخونه، درس میخونه به بچهش، درس میخونه، کتاب باز میکنه. محمد جان بیا بخون، مامان بخون الان میام. مامان میخونه محمد دشویی بیاد. مامان داره مشق می‌نویسه. مامان میشناسم امسال 5م، پارسال 4م بود. نباید بخونه. نخونه چی میشه؟ صفر بعد چی میشه؟ بگو کمالگرا ببینم چی میشه. الان صفر شد چی میشه؟ بعد اتفاق بعدی چیه؟ اخراجش کردن بعد چی میشه؟ اعدام میشه. چه اتفاقی میفته؟ چرا اینقدر تحصیل تو ذهن شما مهمه؟ بی سواد میشه. الان درس تو ذهن شما بزرگش کردن، این قالب سازی به این میگن. تو فکر درس خبریه، دنیا هم که خبری نیست. دنیا مهارت ها رو از بچه‌ها میخواد، نه تحصیل و دیتا هایی که تا آخر عمرش هم به دردش نمیخوره. نگفتم بی سواد بمونه و درس نخونه، خواستم این اولویت ذهنی رو تغییر بدید. بچه‌ای که ظرف بشوره درس هم میخونه، اثبات علمی میشه. بچه‌ای که غذا بپزه ریاضی کم خوب میشه، چون کار جسمی ذهنو اینقدر که تو خونه ما ظرف شستن مهمه، غذا پختن مهمه، درس خوندن و ریاضی مهم نیست. چرا بچه‌های من هم ظرف میشورن هم درس میخونن؟ من دختر وسطیم غذاپز حرفه‌ایه، 11 سالشه، مرغ ترش میذاره، تهچین میذاره، فسنجون میذاره، قدش بیچاره به گاز نمیرسه، میره رو کابینت میشینه اینجوری میپزه. به همون نسبت درسش هم میخونه. ما با درسش اصلا کاری نداریم، باید خودش بخونه. مامان کمالگرا هم غذا رو خودش می‌پزه، هم درس هم با بچه خودش می‌خونه، چون مامان ایراد داره. چون مامان فکر کنه با تو همون صحنه‌ها حضور داشته باشه. خود مامان شخصیتش هدفش چیه؟ گفتم 2 دقت در جزئیات، 3 فکر به نتیجه. همش اذیت میشه. مامان کمالگرا هیچ مخالش خوب نیست. همش اعصابش خورده. همش اینجوری میکنه چون فشار خودشه دیگه. هی میگه دستم گز میکنه، دستم گز. کمرم پاهم زخ. دقت هم کرده باشید خانوما همیشه مریض زنانی نمیمیرن، فقط تو همه جا درد میکنه، جان سخت، چجوری زنده؟ تو حتی موهات هم درد میکنه، کل بدنش درد میکنه، بازم نفس میکشه. ما مردها ایستاده میمیریم، مرگ بی علت، مرگ با عزت عزیز میمیریم. ما اینقدر مردیم تموم شدیم. این چند تام که آوردن ته بار آوردن جنس شور باشه، از خیابون جمعشون کردن. اگه منم زندم خاطی زنا بودم زندم. چرا این حرف رو میگم؟ مادری کمالگرا فشار رو خودشه، اذیت میکنه خودش رو، متلاشی میکنه بدنش رو، چون همه کارا رو به عهده خودش گرفته. نمیدونم بهت بگم اگه ناراحت میشی، اگه بچه‌ی زیر 7-8 سال داری و خونت خیلی تمیزه، تو ایراد تربیتی داری. یک رو از بین بردی. میگه میشه تو بچه زیر 7-8 سال بشه خونت تمیز باشه؟ میگه میشه همچین چیزی. پس ببین چقدر هرس خوردی و چقدر کتک زدی. خب بچه کوچیک داریم دیگه. 30 سانت بچه‌مون 3 ساله. اندازه 30 سانت همه جا لکه. دستش میکنه تو روغن میزنه در دیوار. انگار آفرین شده برای این کار. دیگه رها کردیم از این گفته خب ولش کن، تلویزیون کثیف باشه. ببین اصلا اذیت کنه ها. ما فهمیدیم که ما یه حدی داره کار تو خونمون. ما بین اعضای خانواده کار تقسیم میشه.
مشکل دوم، مادران فعال. بعضی مامانا کمالگرا نیستن، شخصیت فعال دارن، عجول. میگه تا بخوام به بچه بگم خودم انجام میدم. انجام داد. تیپیکال مادران فعال. 3 بعد از ظهر. دخترم جمع کن اینا رو مادر، دخترم جمع کن ماما، دخترم جمع نکرد. 3 ساعت بعد میگم جمع کن. 3 ساعت بعد خودشو میزنه. 3 ساعت بعد خودش جمع میکنه. یه بار آرام میگه، یه بار پرخاش میگه، یه بار خودزنی میکنه، آخر جمع میکنه. همتون همینید. بچه میگه خب جمع میکنه دیگه. یه بار خودش میزنه 2 تا فوش میده، خرجش 2 تا فوش. فعال دیگران را منفعل میکند. 90% آقایون، 90% خانم‌ها که فعالن هم شوهر هم بچه منفعل، هیچ کی کار نمیکنه تو خونه. چون مامان خودش مثل کوزه بسازه. اینقدر باحالن بعضیاشون. تون کار میکنن. یعنی باز کمالگرای خود با طمأنینه کار میکنه، چون آدم وسواسیه. این تون هم کار میکنه. فعال، والا فکر کن هم فعال باشی هم کمالگرا. دیگه چی میخوایش از خدا؟ آره خیلی خوبه.